همه میگن شکست باعث رشد میشه، ولی راستش این یه دروغ بزرگه. شکست خودش هیچ درسی نداره. هیچ کسی فقط با شکست بهتر نشده. خیلی‌ها شکست خوردن و همونجا موندن تا آخر عمرشون. شکست فقط یه اتفاقه، یه ضربه، یه سیلی از زندگی که یا بیدارت میکنه یا خوردت میکنه. خودش نه ارزش داره نه معنی. ارزش توی واکنش تو شکل میگیره. سوال واقعی اینه، وقتی زمین خوردی باش چی کار میکنی؟ اکثر آدما دنبال معنا توی خود شکست میگردن. میخوان باور کنن شکستشون قراره یه روزی براشون خوب بشه. اما نه، هیچ تضمینی نیست. خیلی ها شکست میخورن و دیگه هیچ وقت بلند نمیشن. شکست فقط یک آینه است. نشون میده تو کی بودی، نه اینکه قراره کی بشی. اینکه وقتی اوضاع ریخت به هم چی کار کردی. اونجاست که شخصیتت ساخته میشه، نه تو جمله‌های انگیزشی. یه مثال واقعی، بورنی مادوف، یکی از بزرگترین چهره‌های مالی آمریکا، مردی که سالها همه بهش اعتماد داشتن، یه امپراتوری ساخت با میلیاردها دلار سرمایه. ولی پشت اون ظاهر یه دروغ بزرگ خوابیده بود. وقتی سیستمش فرو ریخت، وقتی حقیقت لو رفت و همه فهمیدن، اون فقط شکست نخورد، فرو پاچید. به جای اینکه با واقعیت روبرو بشه، انکار کرد. به جای اینکه مسئولیت بگیره، خودش رو قربانی نشون داد. نتیجه همه چیز رو از دست داد. پول، احترام، خانواده، حتی خودش رو. ولی واقعیت اینه، شکست نابودش نکرد، واکنشش نابودش کرد. اون میتونست سقوط کنه ولی زنده بمونه. میتونست مسئولیت بگیره، اعتراف کنه، از نو شروع کنه، ولی نکرد، چون نمیخواست با خودش روبرو بشه. در مقابل یه عده دیگه هستن، آدمایی که وقتی شکست میخورن خودشونو میسازن، نه چون خواستن، نه چون شانس دارن، چون تصمیم میگیرن یاد بگیرن. فرق بین آدمی که رشد میکنه و اونی که میمیره فقط همینه. یکی دنبال مقصر میگرده، اون یکی دنبال راه حل. یکی از شکست فرار میکنه، اون یکی ازش سوال میپرسه، چی توی من باعث شد اینجوری بشه؟ شکست برای بعضیا یه دیوار میشه، برای بعضیا یه آینه. آینه‌ای که میگه اگه جرأت داری دوباره بساز. هیچ کس با شکست ساخته نمیشه. فقط با تصمیم بعد از شکست همه زمین میخورن. ولی فقط اونایی بلند میشن که میپذیرن افتادن بخشی از راهه، نه پایانش. پس اگه امروز شکست خوردی، دنبال جمله‌های قشنگ نگرد، دنبال دلیل بیرونی هم نگرد. فقط یه سوال از خودت بپرس، حالا قراره چیکار کنم؟ چون همون جواب تو رو میسازه، نه خود شکست، نه گذشته، نه انگیزه. اینجا ایدرومدیاست، جایی که برای حرف قشنگ نیست. اینجا حقیقت گفته میشه، حتی اگه تلخ باشه. امیدوارم واسط مثبت بوده باشه. برای حمایت از من لطفاً ساب کن و زنگوله رو بزن تا با همین راهو بسازیمش. لایک و کامنت هم که یادت نره. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.